سلام رفقا، حالتون خوب باشه؟ امروز 6 تا نشان آورده واسهتون برای تشخیص کمبود آهن داریم یا نه. کمبود آهن هم کمخونی داریم یا نه تو بدن. 6 تا نشانه بریم واسه نشانه بخوردن غذاهای غیر خوراکی مثل یخ، خاک همون مهر نماز هست، گچ با برنج خام. اینا نشانه کمخونی شدیدیه. بچه حواستون باشه. راهکار دوم، تنگ نفس با فعالیت های کم. مثلا داره پیاده روی میکنین یا چطور بهتون بگم، از پله میریم بالا نفستون بند میاد. واسه چی این کار میشه؟ به خاطر اینکه بدن کم خونی چون داره اکسیژن لازم به بدن نمیرسه. گزینه سه، خستگی و خوابولدگی. بدنتون همیشه خسته است، حتی اگه خوب بخوابین، مثلا خوب 8 ساعت هم بخوابی هنوز هم خسته این. خستگی جو چشتون هست. این جریانه که چون رسانه اکسیژن رسانی به انتباه انبوه بدن ضعیف میشه و بدن انرژی لازم را دریافت نمیکنه، واسه همین بدنتون خسته میشه. گزینه 4، تپش قلب بی دلیل. بدن برای جبران اکسیژن لازم برای بدن قلب را وادار میکنه توی تپشش زیاد بمونه، زیاد تپش بزنه. واسه همینی که خطرات بعدی هم با خودش میاره، مثلا سکته قلبی برای اینه که قلبشون ضعیفه، اونم سکته قلبی هم میاره. گزینه 5، سردی دست و پا. اونایی که کمخونی دارن دست و پاهشون خیلی سرده، یعنی نه سرده ولی متفاوتن با اینی که پرخونه. اگه باش دست بزنین دستش گرمه، اینا سرده. این جریانش چیه؟ جریانش چون خون لازم به اندازه کافی به اون مناطق بدن نمیرسه، واسه همین بدنشون دست و پاشون سرد میشه. گزینه 6، سرگیجه و عدم تمرکز. به خاطر اینکه اکسیژن کافی به مغز نمیرسه، مغز نمیتونه به صورت کامل کار کنه. مثلا بعضی وقتا کم میاره. وقتی یه کسی دیدی که وقتی بلند میشه کمخونه و بلند میشه میگه سرم گیج رفت، این همشون به علت کمخونیه. همین واسه اکسیژن کافی برای مغز نمیاره، واسه همینه گفتم میتونم خون. ببین کمخونی چه اثرات دیگه داخل بدن هم میذاره که ما الان فقط 6 تا ازشون آوردیم. نمیخواستیم بریم داخل، مثلا ظاهری رو گفتیم، ورودی ها نگفتیم دیگه. ورودی هم خیلی هن. بچه انشاءالله همیشه دلتون سلامت باشه. لایک و سابسکرایب